سلام و درود. سلام سلام سلام. خیلی خوش آمدید. اومدم یه جایی که تغییر رو در سیاره زمین نشونمون بده. سلام سلام سلام. درود بر تک تک روح‌های آگاه و ناآگاه روی این سیاره. امیدوارم که خدای شکر. چقدر زیباست این صحنه. ای جانم، اگه داریم از این زیباتر. چطورید عزیزانم؟ سلام سلام. درود بر شما عزیزم. سفیر عشق شمایی، قربونت برم. من استاد عشق شمایی. همه صفتهای خوب مال شماست که از درونتون میاد بیرون. اگه درون خودت نبود نمیتونستی به کسی بدی. قربونتون سلام سلام. به 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 به. جمعه و بچه ها تا شروع کنیم اگه فکر میکنین کسی جا مونده از دوستاتون، همینو شیر و پایین شیر داره، شیر رو بفرستید برای دوستاتون. یه چند دقیقه اول تا سلام علیک کنیم بخوایم لایو رو شروع کنیم کسی جا نمونه. به به. اینجا رو ببینید. بذارید یه صحنه اینجا بهتون نشون بدم. ببینید چقدر خوشگله اینجا. خب خدا رو شکر. چه خبر؟ خب بچه یه ذره از لایو گذشته، یعنی موضوع لایو گذشته رو بگیم. ما در لایو هفته پیش اگر حضور نداشتی، اول از همه که تبریک بگم. دوباره 100,000 نفر یونیورسی. خوب شمایی، قربونت برم. من دوباره 100,000 نفر، بالای 100,000 نفر، 120,000 نفر از ماه پیش یونیورسی به همون اضافه شده. خدا رو 100,000 مرتبه شدیم 2,700,000 نفر. و این هیچ چیزی رو نشون نمیده به غیر از این که ما داریم مسیرمون رو درست و مستقیم میریم. خداوند از این بابت هزار بار شاکرم که عزیزانی، خانواده همچون شما نور و عشق به من هدیه داده. تو لایو گذشته یه ذره با خودمون روبرو شدیم. اگر کسایی که لایو گذشته رو هفته گذشته رو ندیدن، سیف شده تو همین پیج، لطفاً برید نگاه کنید. بعد از این لایو راجع به یک سری مسائلی از درون صحبت کردیم که اگر یک سری خصوصیات و درون خودمون داریم، نشانگر اینه که هنوز انسان خوابی هستیم و به اون درجه الوهیت درون نرسیدیم. یه ذره امروز میخوایم گسترده ترش کنیم و بازترش کنیم. مهمم نیست شما لایو دیروز رو دیدی یا ندیدی، همینی که تو این لایو حضور داری میتونی اینو وصل کنی به لایو هفته پیش. اگر دوست داشتی اونو نگاه میکنی، بالاتر میای. اگه دوست نداشتی با همین لایو تا اونجایی که جهان هستی بهت اجازه بده و تا اونجایی که آگاه باشی میتونی رشد کنی. اینو برای عزیزانی میگم که برای این 120,000 نفری دارم میگم که جدیداً به خانواده ما پیوستن. ما اینجا میخوایم با خودمون روبرو شیم، کاری با هیچ کس نداریم، فقط میخوایم با خودمون روبرو شیم. چه خبر؟ کامنت میذارین هنوز ها؟ در لایو هفته پیش گفتیم که هیچ کس چشم دیدن بیداری ما رو نداره. هیچ کس نمیخواد که ما بیدار بشیم. وای بچه، من نمیتونم تنها این صحنه رو ببینم. شما باید ببینید این. چقدر زیباه این غروب خورشید. وای خدای شکرت. گفتیم که هیچ کس نمیتونه پیشرفت ما رو ببینه و این هیچ کس رو چند بار تکرار کردیم. یه سریا براشون چیز شده بود که مثلا من مادرم برام میمیره و من نمیدونم فلان همسرم. ببینید ما اگر بخوایم بشینیم دونه دونه بنویسیم که دور و برمون
چند نفر رو میشناسیم. چشم کامنت ها رو میبندم. هی من میخوام کامنت ها هر دفعه نبندم، هی شما حرف گوش نمی کنید، ایز با هم صحبت میکنید، بعد حواس یه سری هم پرد میشه. اگر هر کدوم از ماها بخواد یه دفتر برداره بنویسه چه کسانی رو میشناسه، مثلا خاله، پسر خاله، زن پسر خاله، برادراش، عمه‌هاش، هر کی رو که یک بار دیدی، اگر بخوای بشینی بنویسی شاید 100 تا دفتر 100 برگ رو پر کنی. حالا اگر تو این 100 تا دفتر 100 برگی که این همه آدمی که نوشتی که بچگی دیدی و میشناسی، شاید نبینی، شاید 20 سال ندیدی شما، ولی میشناسی، یه نفرم اگر برای ما خوب میخواد، اونو بهش میگن استثناء. روی اون ما اصلا، روی استثناء ها ما اصلا حرف نمیزنیم. استثناء در هر شرایطی وجود داره، در هر شرایطی استثناء وجود داره. ما کلی داریم صحبت میکنیم، پس من باید بدونم در جامعه‌ای که دارم زندگی میکنم اگر 100 تا دفتر 100 برگ انسان میشناسم، شاید یکی دو نفرشونن که واقعا با پیشرفت من خوشحال میشن. و تمام حرفای امروز ما همینه. میخوایم ببینیم اصلا از کجا شروع کنیم این پیشرفته رو، چجوری آغاز کنیم، چجوری حال خودمون رو خوب کنیم، چجوری نگه داریم که بتونیم به الوهیت درونمون و در انتها به نعمتهای جهان هستی که به صورت رایگان از ود و تولد در اختیار ما بوده. اینه که میگم رایگان این نیست که من بهاشو نمیدم نه، بهاش همین چین و چروکیه که تو صورت منه. با این تجربه‌ای که الان هستم دارم اینطوری صحبت میکنم. من که 15 سال پیش اینطوری صحبت نمیکردم، این عقایدم نبود، این داشته هام نبود، این گوهر وجودی من نبود. من بهش دست پیدا کردم، یه بهایی براش دادم. تا یه چیزی رو از دست ندی روی این سیاره، هیچ چیزی رو به دست نمیاری. امکان نداره که من فقط به دست بیارم، این امکان نداره. حالا الان شرایط ما، هر آن چیزی که هست، هر کی شرایط خودشو بیاره جلوی چشاش، حالا زن داره، شوهر داره، بچه داره، شرایطش سخت، کار نداره، معتاد، اجاره خونش مونده، نمیدونم، شرایط اکنونت، نه شرایطی که میتونی حدس بزنی شاید فردا برات به وجود بیاد، نه شرایط دیروزت. now here، همین الان، همین جا شرایطت بیار جلو چشات. به دو بخش تقسیم میشیم ماها الان، یا به شرایطمون عادت میکنیم، یعنی یا من الان به شرایطم عادت کردم یا پذیرفتم. انسان‌هایی که به شرایط خودشون در این ثانیه عادت کردن، یعنی 10 دفعه رفتن سر کار بهشون ندادن دیگه، عادت کردن دیگه. مثال دارم میزنم، همش مثاله. از بچگی در تنگ دستی، در مثلا فقر بودن، الان هم دیگه بهش عادت کردن. حال خوبو ندارن، انقدر حال خوب ندارن دیگه بهش عادت کردن. اینها یواش 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 منجر به تمام سیاهی ها میشه که در انتها میشه افسردگی. یعنی انسانی که به شرایط خودش عادت میکنه میشه. بذاریم براتون یه دونه حکایت قشنگ تعریف کنم. یه شاگردی به استادش میگه که استاد، سیاهی‌های داخل انسان چقدر طول میکشه که پاک بشه؟ استاد بهش میگه 40 روز. میگه ای چه خوب، بعد از 40 روز پاک میشه؟ میگه نه، بعد از 40 روز بهش عادت میکنی.
نذاریم اگر شرایط خوبی الان تو زندگیمون نیست ما بهش عادت کنیم. باید شرایط را بپذیریم. قبل از این که من شرایطی که خوب نیست تو زندگی، حالا کلمه خوب دارم میگم، یه دونه سابجکت، یه موضوع دارم براش میذارم که ما متوجه شیم که اصلا راجع به چی داریم صحبت میکنیم. اگر من بخوام بپذیرم، این پذیرش راجبش خیلی بالاها صحبت کردیم. بچه با دقت گوش بدید. به ساده ترین زبان دارم روی این سیاره یه فراآگاهی بهت میدم تو این لایو. من نمیدم و همه رو خودش داره میده به زبان من اشاره است، من خدای نکرده منیت نیست. هممون در یک سطحیم با مقداری آگاهی بالا پایین. قبل از پذیرش توجهه، یعنی من توجه، نگاه و چی میگن برانداز کردن، یعنی دیدن اون سیاهی. خب مثال میخوام بزنم. من خشم دارم، من انسان خشمگینیم. اگه الان به من تو صورت من بگی تو آدم عصبانی هستی، میگم خودت آدم عصبانی هستی. نمیپذیرم تا زمانی که من بعد از تجربه عصبانیت بیام بالا پایینش کنم، نگاهش کنم، بگم خب راست میگفتن، یا من میفهمم من الان عصبانی شدم، با این عصبانیتم خودم رو عصبانی کردم، مثلا همسرم و خانوادم و دور و برم و بقال سر کوچم رو نمیدونم. ماها الان به خاطر عصبانیتی که در من به وجود اومد، ما الان عصبانی شدم، به اینها هم انتقال دادم. این یعنی نگاه، توجه. اونجاست که من پذیرشم میاد که خب دیدی چه اتفاقی افتاد، من با توجه هم متوجه شدم اون داستانو و پذیرفتم. زمانی که من اون سیاهی رو پذیرفتم تازه میتونم تغییرش بدم. بیاین عادت نکنیم، نذاریم 40 روز، نذاریم 1 سال، نذاریم 10 سال بگذره و ما عادت کنیم به شرایط الانمون. اگر شرایط سختی داریم، اگر داریم در سختی زندگی میکنیم، اگر در آرامش نداریم، اگر ثروت مادی نداریم، اگر ثروت معنوی نداریم، اگر خودمون رو نمیشناسیم، راهش چیه؟ راهش اینه که برگرد به عقب. برو عقب، برو عقب، برو عقب، برو عقب‌تر، برو 15 سالگیت، برو 10 سالگیت، برو 5 سالگیت. بچه شو. باید کودک شیم دوباره. ما با عقل ناقصی که الان داریم در ما گنجوندن و فکر میکنیم که میدانیم، نمیتونیم تغییر کنیم چون فکر میکنیم میدانیم. برگرد به عقب، بچه شو، با کودک درون آشتی کن. اول از کودک درون شروع میشه. من تا با کودک درونم آشتی نکنم حرف کودک بیرونم رو نمیتونم گوش کنم. توضیح میدم الان برات. یه چیزایی اینجا میشنوی که نشنیدی تا حالا. بی قضاوت گوش کن، انجام بده و مثل این خانواده بزرگ، اگه جدید اومدی، حالا بچه‌ای که قدیما که ماشاءالله خدا رو 100,000 مرتبه شکر، روز به روز دارید آگاهتر میشید و من اینو در کامنتاتون، در دایرکتاتون، در همه چی میبینم. ما همه به هم وصلیم مثل یه زنجیر. چطوری میشه؟ من برمیگردم به کودکیم دیگه. از قهقه زدن بلند جلوی جمع نمیترسم، مثل کودکیم که بلند بلند قهقه میزدم. دیگه از شادی کردن و رقصیدن و ملق زدن جلوی آدمای دیگه نمیترسم. از قضاوت دیگه نمیترسم. اجازه میدم کودک درونم شادی کنه، بچگی کنه. اون منیت ها رو، اون چارچوب ذهنیه رو، اون آشغالایی که بچگی تو ذهنم بوده رو
همه رو میریزم بیرون. وقتی ریختم بیرون، کودک درونم آشتی کردم، کودک درونم زد بیرون، اون وقت با کودک بیرونم زندگیمو یاد میگیرم. کودک بیرون کیه؟ کودک هایی که از سال دسامبر 2012 پا روی این سیاره زمین گذاشته اند، کودکان نوری هستند. یعنی اگر از 10 سال 12 سال نمیدونم چقدر میشه به گذشته، اگر کودکی داری تو فامیلتون، تو خودتون که 7-10 سالشه، بیشتر نیست، ازشون باید یاد گرفت. اینا اومدن به ما یاد بدن، اینا اومدن داستان سیاره زمین رو نورانی کنن. اینا فرستاده خداوندن، در عصر آکواریوس انتخاب کردن، پا روی سیاره زمین گذاشتن. خیلی روحای بزرگی هن. دیدی میگن بچه های این دور و زمونه چی اینگو چه حرفایی میزنن، ادای آدم بزرگا رو در نه، آدم بزرگه انقدر مغزش بسته است که اونو بزرگ میبینه. اون تازه با اون حرفا داره آغاز میکنه. اگه تو بذاری رشد کنه که نمیذاری، سری میزنی تو دهنش. چه حرفایی میزنی؟ مال سن و سال تو نیست. نمیذاری رشد کنه و میخوای اون بچه رو بکنی لنگه خودت. ما تمام تلاش پدر مادرها برای تربیت کودک اینه که اون بچه رو بکنن شبیه خود. فکر کنن خودشون الان علامه دهرن، همه چی میدونن، این کودک باید بشه شبیه اونا. مثل دقیقا این میمونه که من یه دانه درخت پرتقال دارم، من یک دانه درخت پرتقال دارم، اینو میکارم، از روز اول آب که دارم بهش میدم میگم وای تو موز بشو، من عاشق موزم. کاری که پدر مادرها با ما کردن اشکالی نداره ها، با آگاهیشون کردن. من نمیتونم الان برم یقه پدر مادرم بگیرم تو چرا این کارو با من کرده. در اون آگاهی بوده. من که الان آگاهم، من که الان دارم بهت میگم، تا ته این لایو بمون دارم بهت میگم چیکار حالا بکنی. نمیتونم بگم که برم یقه پدر مادرم بگم، اون آگاهیشون قبل بوده، تمام سعیشم کرده. حالا من دونه درخت پرتقالو کاشتم، هر روز اینم آبش میدم، نهاله در اومده نازش میکنم، میگم وای من عاشق موزم، موز بده، موز، تو رو خدا موز بده. مثلا اون گوهر وجودیش، اون درونش، اون دی ان ایش بر فرض مثال تمام شرایطش پرتقاله، در نهایت هم پرتقال خواهد داد. حالا تو خودتو بکش. بسیاری آدم ها در اطرافتون، خانوادهتون بودن، پدر مادر باسواد، پدر مادر دکتر، پدر مادر پولدار، بچه رو با سرویس بردن آوردن، بچه معتاد شده، بچه دوست شده، بچه خلافکار، هر چی. هزاری هم دیدین انسان هایی که شاید پدر مادر بی سواد، بی پول، بچه رفته المپیاد ریاضی نمیدونم کجا. اون جوهرش اونه. انسان ها با هم متفاوتن، برای تجربه های متفاوت پا روی سیاره زمین میذارن. تو نمیتونی اونو عوض کنی. اجازه بده بچه رشد کنه، اجازه بده بچه، همون برای پرتقال اومده، جهان هستی پرتقال کم داشته اون آورده، موزش نکن از خودخواهی خودت، بذار پرتقال بمونه. این سیاره پرتقال میخواسته که اون اومده، دست تو چرخه طبیعت نکن. مثل عربستان که اومد دست کرد تو چرخه، اومد برداشت ابرهای ما رو برد، برف اومد، راههای آبسازی نداشتن، سیل اومد زد همه زندگیشون رو برد. دست تو چرخه طبیعت نکن. ایمان داشته باش که یه خداوندی هست داره میچرخونه. حالا من الان چی کار کنم؟ منی که الان پول ندارم، منی که الان سواد ندارم، منی که الان شرایط اینطوریه، من چی کار کنم؟ من کجا شروع کنم؟ از همون جایی که هستی باید شروع کنی. و یک خبر خوب دارم، هر چقدر که تو بی پول تری،
هر چقدر که تو بی ثبات‌تری، هر چقدر که فشار زندگی رو تو بیشتره، هر چقدر که تو در تنگنا و شرایط سخت‌تری اکنون روی این سیاره داری زندگی میکنی، زمان بیداری و زمان آگاهی برای تو سریعتر اتفاق خواهد افتاد. چجوری میشه؟ چی شد؟ مثال میزنم. من یه آدم پولداریم، باسوادم هستم، تو اون منم دکتر بودن و مهندس بودن و نمیدونم وکیل بودن خودم هم بر فرض مثال گیر کردم، دستم تو جیبمه. من برای تغییر دیگه فعلا تلاش نمی کنم. ماشین خوب زیر پام، فکر کنم همه چی همینه، فکر کنم همش همون ماشینه و پوله و مقامه و ایناست، سرم میذارم میمیرم، هیچی به هیچی، نفهمیدم از کجا آمدم، نفهمیدم خودم کی بودم، نفهمیدم خدام کی بود، هیچی. برو بیا بچرخ تا بچرخیم. میگه میزنم زمین هوا میره، نمیدونی تا کجا میره. تا نخوری زمین، تا اون، واسه همینه میگم هر چقدر این عرصه الان برود تنگ تره، تو راحتتر بیدار خواهی شد، تو راحتتر آگاه خواهی شد، تو راحتتر بزرگ خواهی شد. بزرگ واقعی، نه بزرگ فیک، نه بزرگ نقابی که من میزنم تو صورتم دکترم. کدوم دکتر؟ مسافرم من اینجا مسافرم، من میرم اول آخر اینجا. چیزی از آن من است که همیشه با من است. پس در مرحله اول گفتیم برگردیم عقب، کودکی کنیم، با کودک درونمون آشتی کنیم. در مرحله دوم از کودکان یاد بگیریم، اگر صحبتی کردن، اگر چیزی گفتن که بزرگتر بود از دهنشون، اون اندازه دهن اوناست، از دهن اونا بزرگتر نیست. برای مغز ما کوچیکه که اونو بزرگ میبینیم. مرحله بعدی از همون جایی که هستم باید شروع کنم، ننالم که من الان اینو ندارم، من الان اونو ندارم. چجوری میتونم ننالم؟ به نیمه پر لیوان نگاه کنم، بشینم. یعنی ما اون پادکست های شوق گذاری همش برد بچه ها رو، کامنت هایی که دارم، خبرهایی که دارم میرسه، دارن هر روز بچه ها لطف میکنن یه نامه بزرگ دایرکت میکنن که چقدر تغییر کردن. چون تمام فوکوس رو ما گذاشتیم، لطفا سوال نکنید، بسته است فعلا دیگه، باز نمیشه فعلا برای ثبت نام، اصلا سوال نکنید، فرصت تموم شده. نیمه پر لیوان دارن نیمه پر لیوانشون رو میبینن. تمام فوکوس، تمام توجه روی این شد که تو نیمه پر لیوان رو ببینی. یه حکایت میخوام اینجا برای تعریف کنم، با دقت گوش بدید. یه آدم پولداری بچه‌شو برمی‌داره میبره توی روستایی، خیلی روستای کوچیک. آدمای پولدارم روستای کوچیکو خب خیلی فقیر میبینن، آدماشو فقیر میبینن. میبره که این بچهش قدر زندگیشو بدونه، میبره یه چند روزی تو این روستا نگه میداره و موقع برگشتنی سوار ماشینش میکنه. میگه خب پسرم چه خبر؟ دیدی آدمای فقیر چه جوری زندگی میکنن؟ پسرم میگه کدوم آدم فقیر؟ من آدم فقیر ندیدم. میگه مگه زندگیشونو ندیدی؟ میگه خب دیدم، ولی اونا اما خیلی ثروتمندترن. میگه چرا؟ میگه خب ما یه دونه سگ داریم، اونا 4-5 تا سگ داشتن هر کدومشون. ما یه دونه استخر کوچیک داریم، اونا رودخونه داشتن. ما برای تهیه غذا باید خرید کنیم، بریم وقت بذاریم، اونا خودشون میوه میکاشتن و سبزی میکاشتن و غذاشون رو خودشون تهیه میکردن. ما برای اوقات فراغتمون باید یه تلویزیون داشتیم شبا بشینیم نگاه کنیم، اونا دور هم جمع میشدن، با هم میگفتن، میخندیدن، میرقصیدن، عشق میکردن. ما برای اینکه بخوایم بریم توی طبیعت از هفته قبلش باید برنامه ریزی کنیم که اصلا جمعه باشیم بریم فلانجا تو طبیعت. اونا تو طبیعت داشتن زندگی میکردن.
نیمه پر لیوانو دیدن خیلی زیباه. مگر میشه که من حالا ته این حکایته میگن که مثلا پدره میگه که خیلی ممنونم از این که پسرم منو آگاه کردی که من چقدر فقیرم. حالا راجع به ثروت به امید خدا خیلی با هم کار داریم. ثروت رو خیلی قراره با هم باز کنیم. حالا مرحله بعدی از نیمه پر لیوان رو دیدم. بارها مثال زدم. من الان اینجا رو زمین میتونم این برف زیبا رو ببینم. بیا خودش خداوند میذاره سر رات. من الان میتونم این برف رو ببینم، میتونم این آشغالی که اینجا افتاده رو ببینم، میتونم این زیبایی رو ببینم. تو توجهت کجاست؟ آیا به اون یه دونه آشغال است یا به اون برف است، به اون زیبایی است، به اون قشنگی است؟ انتخاب با توئه. تو در نهایت باید ببینی. آزاد گذاشته خداوند تو رو، اشرف مخلوقاتی. هر آن چیزی که دلت بخواد میتونی ببینی، هر آن انتخابی که دلت میخواد میتونی بکنی. جبر و اختیار میتونی هر کاری که دلت میخواد بکنی. انتخاب با توئه. پس من آگاهانه میبینم. حالا مرحله بعدی من چیکار کنم؟ میخوام از این چرخه، از این سرکل ما بیرون نریم، یه آغاز و پایان داشته باشیم. مرحله بعدی من چیکار باید بکنم؟ من باید هر جایی نرم. من 5 ساله دارم لایو میذارم. چند ساله؟ 7 سال، نمیدونم، 8 سال، نمیدونم. از وقتی که لایو اینستا باز شد من دارم لایو میذارم. هیچ بار قسم نخوردم، چون احساس میکنم قسم آدم دروغگو میخوره. ولی دارم با قلبم بهت میگم. از این که میگم هر جایی نباید بری، من تو زمانی که خواستم بیدار بشم، تو اون 1 سال و نیم که داستان زندگیم هست، صحبت کردم، گذاشتم تو همین پیج. کاسه گذاشتم سرم، دور موامو با ماشین زدم، فیلمشو دارم. یه روزی براتون اینا رو همه رو استوری میکنم. کاسه گذاشتم سرم، دورشو با ماشین زدم، بعد کاسه رو بر میداشتم. تو استرالیا تا بالا سقف کاشی نیست، تا اینجا کاشی میکنن. بعد این کاشی یه لبه داره دیگه، بعد گچه. کاشی از زمین اومده تا اینجا، خب از اینجا بعدش گچ سفیده. گوشیمو میذاشتم لبه این دیواره، میزدم رو ریکورد، دور اینجوری میچرخیدم، پشت سرمو نگاه میکردم ببینم کجاش بالا پایینه. دوباره ماشین موزه رو 1 درجه بالاتر مینداختم، ته موامو میزدم، به خاطر اینکه نرم بیرون، به خاطر اینکه نرم بشینم توی یه دونه سلمونی که همش دارن حرفای این ور اون ور میزنن، نشنوم این حرفا رو. 100% تمرکزم رو خودم باشه. حتی دارم میگم سلمونی نمیرفتم. حالا داستان زندگی مثلا میخوام باز کنم. هر جایی نریم، هر جایی که تو پاتوش میذاری یک فرکانس منحصر به فرد خودشو داره. مثلا من الان میرم بیمارستان، دیدی تو بیمارستان فرکانس منحصر به فرد خودشه. همه یه جوری اومدن، یا مریضن یا مریض دارن. یه کاغذ از جیبت بیفته، 50 نفر بلند میشن بودو میدن دستت، آقا این کاغذ از جیبت افتاد. چون یه جایی هن که دارن یه چیزایی میبینن که فرکانسشون طوریه. بگی چی دارم میگم. میری تو بیزر و میری تو قبرستون، دیدی همه به هم میوه تعارف میکنن، همه با هم مهربونن. داره اونجا تش رو میبینه، فرکانسشون طوریه. میری تو قهوه خونه میبینی یه ذره مثلا داشمشتی مسلک، و هر جایی که میری فرکانس خودشو داره. باید مواظب باشی کجا میری که اون فرکانس، در چه فرکانسی قرار میگیری که اون فرکانس بتونه به تو برای رشدت کمک کنه. نه اینکه من سرام بندازم هر جایی که دوست دارم برم، بعدش اصلا توقع داشته باشم ببینم زندگی من پس اینطوریه، خداوند پس چرا به اون اینطوریه، به من اینطوریه. نه. مرحله بعدی اینه که من
هر چیزی رو نگاه نکنم. چقدر راجع به این موضوع صحبت کردیم. سرمنشأش هم میشه تلویزیون. چقدر ما راجع به این موضوع صحبت کردیم که تلویزیون رو خاموش کن. کاری نداریم که یه سری فیلمای آگاهی هم داریم، مثل ماتریکس، مثل لوسی، مثل سریال دارک، مثل سریال The 100، مثل خیلی بخوام اسم ببرم خیلی، نه خیلی هم نیست، حالا اینطوری بگم شاید 100 تا 200 تا داریم فیلمایی که به آگاهی هم کمک میکنه. ولی در کل تلویزیون به من چی میده؟ تو فیلماش احساس شرم رو یاد میده، احساس گناه رو یاد میده، خشم رو یاد میده، مثلا قضاوت رو یاد میده، سیگار رو هی میکشن پشت سر هم، مشروب رو هی میخورن پشت سر هم، ماتریکس میکنه، خونه های لاکچری نشون میده. اینا همش حتی باعث طلاق میشه. بارها و بارها باعث طلاق شده که من اومدم یه زندگی لاکچری رو دیدم. فیلم ضمیر ناخودآگاه من نمیفهمه این فیلمه. اگه میفهمید من یه فیلم ترسناک میدیدم، فیلم تموم شده میرفتم تو اتاقم که نمیترسیدم. چجوری میشه من یه فیلم ترسناک میبینم بعدش میرم فیلم تموم شده من میترسم؟ مگه من نمیدونستم اونجا فیلم بردار وایساده فیلمه، دارن فیلم بازی میکنند. ولی ضمیر ناخودآگاه من اینو نمیفهمه. همچنان بعد از فیلم شاید چند ساعت بترسه، فردا شاید بترسه. جا نیا کنید چقدر زیبا شده. خب حالا در لایو گذشته گفتم این فیلم نگاه، این تلویزیون دیدن هر چی که دلش بخواد تو مغز من میکاره. من نمیتونم هر چی که دلم میخواد و نگاه کنم. من نمیتونم. من این اجازه رو ندارم. دارم ولی با قوانین سیاره زمین جور در نمیاد. بذار برات یه ذره ساده تر مثال بزنم. ما یه مغز داریم که این مغز شبکه بندیه. ببینید من دارم با زبون ساده برات توضیح میدم، این توضیح دادنش خیلی سخته. این مغز شبکه بندیه. خب ما عالمترین، آگاهترین، باسوادترین انسان روی این سیاره زمین تقریبا 10% این شبکه ها رو دیکود کرده. یعنی تونسته از 10% مغزش استفاده کنه. مثلا انیشتین، مثلا نیکولا تسلا، اینا هر کدوم از 10% مغزشون تونستن تازه استفاده کنن. حالا ما رو که بذار کنار. بیشترین استفاده ای که از مغز توسط یک موجود جاندار روی سیاره زمین شده دلفینه که میگن حدوداً 20% مغزش رو استفاده میکنه. خب منی که اگه انیشتین بشم 10% مغزم رو استفاده میتونم بکنم، پس من یه گنجایش محدود دارم برای پر کردن اینفورمیشن، اطلاعات داخل اون. خب من که از بچگیم 1000 تا ریختم تو این و الان به وسیله تلویزیون داره تشدید میشه. چرا این کارو میکنی؟ چقدر مگه گنجایش داری؟ خالیش کن. نمیشه، امکان نداره من امروز مثل دیروز رفتار کنم بعد توقع یه چیز دیگه داشته باشم فردا برام پیش بیاد. معلومه که من امروزم رفتارم مثل دیروزه، فردا هم همون چیزها رو تجربه خواهم کرد به همین آسونی. من نمیتونم هر چیز رو دلم میخواد ببینم. من نمیتونم با هر کی دلم میخواد برم و بیام. با هر انسانی رفت و آمد نکنید. با انسانهای ناشکر، با انسانهایی که تحقیرتون میکنن، با انسانهایی که باوراتون رو مسخره میکنن، با انسانهای قضاوتگر، با انسانهای انرژی خوار، با انسانی که بهت فیلینگ، احساس خوب نمیده.
نکن رفت و آمد هر کی که میخواد باشه. چند بار من اینو بگم؟ نمیشه که تو باز میری اونجا انرژی تو میخورن، دوباره میای کامنت میذاری من دارم میمیرم، من انرژیم خورده. یه جمله زیبا بهت بگم، با دقت گوش کن. انسان ها شوخی شوخی به گنجشکان سنگ میزنند، اما گنجشکان جدی جدی میمیرند. با طلا باید نوشت اینو، با طلا. جهان هستی شوخی نمیفهمه. شوخی شوخی اونی که داره بهت سنگ میزنه، تو جدی جدی داری میمیری، تو جدی جدی داری له میشی، تو جدی جدی داره باورات همه له میشه، تو جدی جدی داری باورای غلط میگیری، تو جدی جدی داری فکر میکنی واقعا نمیتونی، تو جدی جدی داری فکر میکنی که آدم ضعیفی هستی. همونه که میری تا کی میخوای سرتو کج کنی، تا کی میخوای التماس کنی، تا کی میخوای بگی من آدم ضعیفی ام، من کارمندم، من درآمدم زیاد نیست، نه این خیلی چیز گرونیه، بیا اینجا نریم اینجا نمیشه. نمیشه اینطوری. از اون حقارت باید درآی. چجوری میتونی در بیای؟ چطوری میتونی رشد کنی؟ چطوری میتونی بزرگ بشی؟ که نذاری بهت سنگ بزنن. نباید بذاری بهت سنگ بزنن. راحت ترین راهو در نهایت برای بیداریتون انتخاب کنید. انسان ها لقمه رو میچرخونن چون مسیر رو بلد نیستن. مسیر رو چندین سال به رایگان تو همین پیج گذاشتن، برید از پایین شروع کنید. اگه دنبال تغییری، برو از پایین شروع کن، بیا ببین. نچرخونین لقمه رو دور دهنت. قشنگترین مسیر رو انتخاب کن. یه حکایت دیگه میخوام برات تعریف کنم. یه انسان پولداری، اینم با دقت گوش کن. یه انسان پولداری مشکل چشمی پیدا میکنه. خلاصه دکترای شهر جوابشو نمیدن، میره یه دکتری یه شهر دیگه خلاصه پیدا میکنه و میاره و دکتر میگه تو این رنگدانه های چشت خراب شده، تو باید برای اینکه اینو ترمیم کنی یه مدتی رنگ قرمز ببینی. خب اینم آدم پولدار بوده، شروع میکنه خونش رو رنگ قرمز میزنه، مبلای خونش رو قرمز میکنه، لباس قرمز میپوشه، ظرف و ظروفش رو همه رو قرمز میکنه، ماشینش رو قرمز میکنه. یه مدتی میگذره، دوباره حکیمه رو صدا میکنه. دوباره حکیمه میاد پیشش، میگه چطوری؟ میگه خب حکیم من خیلی بهترم، ولی این تجویزی که شما کردی مال آدمای پولداره ها. اگه من پولدار نبودم که خب بهتر نمیشدم. میگه چرا؟ میگه خب من این کارو کردم، اینجا رو این همه خرج این فلان کردم، اینقدر خرج فلان کردم، خرج. میگه خب اشتباه کردی، یه عینک قرمز می‌خریدی میذاشتی چشت، مشکلت حل بود. موضوع اینه که راحت ترین مسیرها با نشانه های خداوند در سر راه ما وجود داره، ولی چون ما خوابیم نمیبینیم، ولی چون ما همش حواسمون به این ور اون ور پرته نمیبینیم. آگاه باشیم، نشانه ها رو ببینیم، دنبال کنیم. راجع به نشانه ها همه هر کلمه که از دهن من دارید میشنوید، من اگه برگردید به عقب تو لایوهای قبلی، من لااقل 10 تا لایو براش گذاشتم. اگر انسانی هستی جدید اومدی الان نمیفهمی من چی دارم میگم، میگم کد نمیفهمی، میگم نشانه نمیفهمی، میگم برو به درون نمیفهمی، اشکالی نداره. باید برای خودت وقت بذاری، باید برای خودت. انسان ها همینطوری دارن دور خودشون میچرخن، هیچ تغییری هم نمیکنن، نه کلاس میره، نه کتاب میخونه، نه وقت میذاره، نه اینترنت میخره. امکان نداره که تو امروز رفتارت مثل دیروز باشه ولی توقع فردای نورانی داشته باشی. از همتون میخوام اگر ذره‌ای از این لایو برداشت کردید، با یه بار که اول از همه نمیتونی کل این لایو رو متوجه شی. من لایوامو میرم 5 بار 6 بار میبینم، با یه بار متوجه نخواهی شد کل این لایو. اگر ذره‌ای به آگاهیت اضافه کرد، اگر ذره‌ای یه کدی رو برات باز کرد،
لطفا پخشش کن، استوریش کن، با آگاهی جمعی کمک کن، اجازه بده این چرخه بچرخه، دوباره نوبت تو برسه و الا استاک خواهی شد و الا گیر خواهی کرد. انسان هایی که هی میرن و میان نوک میزنن نمیرسن، به خاطر اینکه فکر میکنن مال خودشونه، مال همه مال خودشونه. نه، باید بچرخونی این دایره رو، باید انرژی رو پخش کنی. من الان روز جمعه‌مه اومدم اینجا قدم بزنم، همینو میتونستم بلش کن. الان دارم این عشق رو با شما شریک میشم، این آگاهی رو با شما شریک میشم، 1 ساعت از عمرم رو میذارم ولی با شما شریک میشم. این نمی کنم برای اینکه به من برگرده، ولی بخوام نخوام 1000 برابرش به من آگاهیش برخواهد گشت. من برای برگشتنش نمی کنم، ولی سیاره زمین اصلا کاری نداره که تو میخوای یا نمیخوای، خودش بهت میده. از همه تونم میخوام انقدر زیر این پست کامنت بذارید من برای تغییر آمادم. شروع کنید از امروز یه چیز کوچیک حتی تو زندگیتون تغییر بدید. نمیدونم، یه چیز کوچیک بلند میشدی، اگه صبح اول جاتو جمع میکردی بعد مسواک میزدی، اول برو مسواک بزن بعد جاتو جمع کن. تغییر از چیزهای کوچک شروع میشود. شروع کنید تغییر کردن. لطفاً این لایو رو پخش کنید. از همتون میخوام 100 بار 200 بار انقدر کامنت بذارید، 200 تا کامنت نفری بذارید. هیچ اتفاقی نمیفته که در ضمیر ناخودآگاهت که از بچگیت گنجونده شده، تو الان همینی، یه چارچوب کشیده دورت، تو رو همین شکلی فکر میکنی که هستی. شروع به تغییر کنی، شروع کنی تغییر کردن. بنویس من آماده تغییر هستم، من آماده تغییر هستم، من آماده تغییر هستم. کامنت کن، بنویس، کامنت کن، 100 تا کامنت کن، انقدر بنویس تا باورش کنی. بعد از همین امشب شروع کن یه موضوعی رو تو زندگیت تغییر بده. ببینش، بشناسش، اگر خوب نیست همین الان تغییرش بده. اول بشناسش بعد تغییرش بده. از خداوند براتون نور و عشق و آگاهی میخوام.